ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار او از چرخ بالاتر گرفت. دوستان خوشحال هستم که در خدمت شما هستم با بخش اول از دوره آموزشی زیبامون که در رابطه با ایده و ایده پردازی هست. چگونه بفهمیم یک ایده پولسازه، چجوری بفهمیم یک ایده به درد بخور هست، چجوری اون رو توی بازار تست کنیم، چه ویژگی هایی دارن و خیلی مسائل دیگه که با هم دیگه بررسیشون میکنیم. دوستان فقط من توصیه که به شما دوستان عزیز دارم اینه که خواهش میکنم همگام با من جلو بیاد و یک ایده رو در نظر بگیرید و این ایده رو تا آخر با من همراه باشید. من مطمئنم که اون ایده شما رو به درآمد میرسونه. اگه همگام با من جلو در بیاد طبق منشور یادگیری، شما اگر فقط این مطلب رو ببینید فقط 10% اون رو یاد میگیرید، اما اگه مطلب رو ببینید و همگام با من عملی اون رو اجرا کنید 90% قدرت یادگیریتون بیشتر میشه و اون ایده مطمئنم برای شما کارسازه و شما میتونید کسب و کارتون رو با همین ویدیو آموزشی راه اندازی کنید و به درآمدهای خوب برسونید. دوستان بخش اول گفتیم در رابطه با راههای تشخیص ایده پولساز هست. چگونه تشخیص بدیم که یک ایده پولسازه؟ که برای این موضوع یک سوال همیشه توی ذهن همه کسانی که دنبال این قضیه هستن پیش میاد و اون این که چگونه بفهمیم که این ایده ما پولسازه یا این ایده ما پولساز نیست. برای اینکه دوستان بفهمیم یک ایده پولساز هست یا یک ایده پولساز نیست، فقط کافی که یک موضوع رو بررسی کنیم، اینکه چه ویژگی‌های ایده‌های پولساز دارن. اگه ما بفهمیم چه خصوصیاتی ایده‌های پولساز دارن، چه ویژگی‌های ایده‌های پولساز دارن، به راحتی میتونیم اون ایده رو تشخیص بدیم و اینکه شانس موفقیت خودمون رو بررسی کنیم، ریسک کسب و کار خودمون، ریسک ایده خودمون رو کم کنیم و توی اون ایده موفق بشیم. خب اما چه ویژگی‌های ایده‌های پولساز دارن؟ دوستان ویژگی‌های ایده‌های پولساز به 5 مورد ختم میشه و این 5 مورد، اولین این که دوستان یک مشکل واقعی از جامعه رو حل میکنن. معمولا مشکلاتی رو حل میکنن که مردم با اون درگیر هستن، مردم با اون مواجه هستن. هر چقدر اون مشکلی که جامعه با اون درگیر هست بزرگتر باشه، هر چقدر ایده ما اون مشکل بزرگتره رو حل کنه، مطمئنا اون ایده بیشتر پولساز هست. یکی از دوستان توی یوتیوب یه فیلم گذاشته بود و این من خیلی دوست داشتم. در رابطه با این بود که چطور میتونیم از مشکلات واقعی یک ایده بسازیم و اون ایده رو به پول تبدیل کنیم. میگفت من توی بازار گشتم، گوشهای خودم رو باز گذاشتم و فهمیدم که مردم در رابطه با کارت سوخت مشکل دارن. وقتی که کارت رو توی جایگاه سوخت قرار میدن متاسفانه یادشون میره. این اوایل بود که کارت سوخت بنزین به صورت کارتی ارائه میشد و اومده بود یک جای کارت رو تعبیه کرده بود که وقتی کارت داخل اون قرار میگرفت این صدای ازش بیرون نمیاد، ولی به محض که کارت از اون بیرون کشیده میشد بعد از مثلا 4-5 دقیقه آژیر میکشید، آژیر اخطار میداد که کارت رو جا گذاشتید و این چون یک مشکل بزرگ از جامعه رو حل کرد، مطمئنا برای اون فرد خیلی پولساز بود و خیلی تونست کارساز باشه. اما دومین مورد دوستان، بازار هدف مشخصی دارن ایده‌های پولساز، یعنی یک چیز منحصر به فرد رو ارائه میکنن. اینو در نظر بگیرید دوستان. من برای این کارم به این احتیاج داشتم، چون هی دم به دقیقه نمیتونستم با لپتاپم این کیس ها رو جابجا کنم، جلو عقب کنم و اینو خریدم خیلی راحت. این هم مورد بود که یک چیز منحصر به فرد رو این شرکت ارائه داده و به وسیله اون تونسته یک ایده پولساز و کارساز رو ارائه بده. سومین مورد دوستان، مزیت رقابتی. مزیت رقابتی باعث میشه ما از رقیب خودمون جدا بشیم. مزیت رقابتی دوستان مثل چیزایی مثل حجم کمتر، حجم بیشتر، مثل خدمات بیشتر، مثل سرعت بیشتر انتقال و خیلی چیزای دیگه میتونه یک مزیت رقابتی باشه که ایده‌های پولساز معمولا یک مزیت رقابتی خوب رو دارا هستن. مورد بعد، قابلیت اجرا. دوستان ایده‌های پولساز قابلیت اجرا دارن، قابل اجرا هستن توی جامعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه با منابع و امکاناتی که در حال حاضر اون فرد داره میتونه اون ایده رو راه اندازی کنه، اون ایده رو به کار ببره. فرض کنید شما الان یه ایده دارید، اگه این ایده با امکانات و منابع در حال حاضر خودتون اجرایی باشه، این مورد رو زیر به اسم سیطره خودش قرار داده. پس قابلیت اجرا یعنی اینکه قابل اجرا هستن با منابع و امکانات در حال حاضر اون فرد. و آخرین مورد و مهمترین مورد از نظر من شور و اشتیاق هست. دوستان صاحبان ایده های پولساز خیلی پرشور هستن و متعهد به ایدهشون هستن. چه بسیار ایده هایی که صاحبان اونها رو دست کم گرفتن و اون ایده اصلا
کارساز نشده و اصلا به سیطره ظهور نرسیده و چه بسیار ایده هایی که همه مسخرهشون میکردن ولی به خاطر اون شور و اشتیاقی که صاحبان اونها داشتن تونستن که یک ایده پولساز مطرح باشن و یک امپراتوری بزرگ کسب و کاری رو رقم بزنن. دومین مورد، تحقیق بازار. دوستان اگه یادتون باشه ابتدای ویدیو بهتون گفتم که ما دو مورد رو میخوایم بررسی کنیم. اول اینکه ایده های پولساز چه ویژگی هایی دارن و دوم اینکه شانس موفقیت ما توی اون ایده ها با چه روش هایی بهبود پیدا میکنه، چه روش های شانس موفقیت ما رو بیشتر میکنه. یکی از اون موارد که شانس موفقیت ما رو توی ایده ها توی کسب و کار بیشتر میکنه این تحقیق بازار و گامی برای ارزیابی ایده هست که 4 مورد دوستان بررسی میشه. توی تحقیق بازار ابتدا اولین کاری که میتونیم بکنیم این که با مشتریان بالقوه خودمون صحبت کنیم. چه مشتریانی وجود دارن برای ما، برای کالای ما، برای خدمات ما. ما یک سری خدمات و کالا میخوایم ارائه بدیم. من این رو میخوام وارد بازار کنم. چه مشتریانی آینده برای این وجود دارن؟ ما اگه اینها رو شناسایی کنیم، این مشتریان بالقوه رو شناسایی کنیم، میتونیم با اونها صحبت کنیم و در رابطه با ایده از آنها نظرخواهی کنیم. قبل از اینکه حتی ایده شکل بگیره، قبل از اینکه من این رو چک بدم، فقط یه طرح از این توی ذهن من باشه. دوم، جمع‌آوری نظرات و بازخوردها. نیازها و خواستهای مشتری‌ها رو ما اگه بررسی کنیم، بفهمیم که مشتریای ما به چی نیاز دارن، به چی احتیاج دارن، خیلی راحت میتونیم یک تحقیق رو انجام بدیم توی بازار. سومین مورد، بررسی رقبا. در حال حاضر فعلا چه چیزی توی بازار وجود داره؟ چه موردی از این توی بازار داره؟ از این بزرگتر، از این کوچکتر؟ رقیب‌های ما چه چیزی رو ارائه دادن و چگونه ما میتونیم از این محصولی که ارائه شده توی بازار بهتر باشیم؟ ایده ما چجور میتونه از اون ایده های قبلی بهتر و پربارتر باشه؟ و در آخر شناسایی نقاط قوت و ضعف که باز این یک تحقیق بازار هست. وقتی ما توی یک محصول یا یک خدمت بتونیم نقاط قوت رو بیرون بکشیم، نقاط ضعف هم بیرون بکشیم، 100% میتونیم تشخیص بدیم اگر نقاط مثبت بیشتر هست اون ایده کارساز خوبه و اگر نقاط ضعف بیشتر هست اون ایده کارساز خوب نیست. اما مورد بعدی برای اینکه شانس موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم، نمونه سازی اولیه. دوستان یک نمونه اولیه از محصول یا خدمتی که میخوایم به بازار ارائه بدیم رو تشکیل میدیم. یک نمونه اولیه از اون رو میسازیم و لازم نیست که این نمونه‌ای که ما میسازیم کامل و نهایی باشه. اگر ما اون ایده‌ای رو که میخوایم بسازیم کامل و نهایی باشه توی بعد کمالگرایی قرار میگیریم و باعث میشه ما ایده‌مون شاید اصلا کامل نشه، شاید نتونیم اصلا به اون درجه برسیم. پس کافیه فقط یک نمونه اولیه از محصول خدمات خودمون بسازیم و اون ایده هم لازم نیست که کامل و نهایی باشه و این مورد به ما کمک میکنه تا ایده خودمون رو آزمایش کنیم، توی بازار قرار بدیم و بازخورد دریافت کنیم از اون. وقتی من یک نمونه اولیه از محصول خودم، از خدمت خودم تولید کنم و اون رو توی بازار قرار بدم، بر حسب نیاز مشتری، بر حسب نیاز اون مشتریان بالقوه من تصمیم میگیرم که این محصول من خوب هست یا نیست و اینکه بازخورد دریافت میکنم از اون مورد. اما مورد بعدی دوستان محاسبه هزینه ها. موردی که گفتیم میتونیم ریسک کسب و کارمون رو کم کنیم. یکی از اون موارد محاسبه هزینه ها هست. توی محاسبه هزینه ها، توی بخش محاسبه هزینه ها ما بایستی هزینه های راه اندازی و اداره کسب و کارمون رو پیش بینی کنیم. توی مورد قبل گفتیم یه نمونه اولیه از اون ایده خودمون میسازیم. توی این مورد بایستی که هزینه ها رو برآورد کنیم. این نمونه اولیه که من میسازم و به تعدادی کمی هست تمام هزینه ها رو پوشش نمیده. دوستان آینده وقتی من میخوام تولید انبوه داشته باشم خیلی هزینه ها به این محصول یا خدمت من میخوره. هزینه‌ای مثل اجاره، هزینه‌ای مثل آب، هزینه‌ای مثل برق و اینها همه اینها روی قیمت محصول تاثیر میذاره. پس ما باید اول هزینه ها رو بیرون بکشیم، بعد محصول یا خدمت خودمون رو قیمت گذاری کنیم. اما دوستان مورد بعدی که باعث میشه ما ریسک کسب و کار خودمون رو کم کنیم آزمایش ایده است. ایده در مقیاس خیلی کوچیک آزمایش میشه دوستان. لازم نیست که من از این محصول یا خدمتی که میخوام ارائه بدم هزاران نسخه تهیه کنم و بعد بازار بدم. فقط کافیه چند مورد از این تهیه کنم و توی بازار قرار بدم این محصول یا خدمت رو. چرا؟ چون این باعث میشه که دوستان، خانواده و مشتریان بالقوه اون محصول رو ببینن و بازخورد بدن به ما و این بازخورد ما باعث میشه که من این محصول رو نهایی و کامل کنم. چه بسا کسانی بودن که محصولی رو تهیه کردن، اون رو توی بازار دادن،
2000 تا 3000 تا تهیه کردن و بعد متوجه شدن که نقص‌های خیلی زیادی داره و نتونستن اون موردهای اولیه رو بفروشن و هزینه‌های خیلی زیادی بهشون خورده یا حتی بعضی مواقع ورشکست شدن. پس این رو بایستی در نظر بگیریم. مورد بعدی دوستان، انعطاف پذیر باشید. انعطاف پذیری هم یکی از اون مواردی هست که وقتی شما انعطاف پذیر باشید، ریسک کسب و کار خودتون، ریسک ایده خودتون رو کم می‌کنید. توی بازار بررسی میشه و بر اساس بازخوردها و نتایج آماده تغییر و اصلاح باشید. ما توی مورد قبل گفتیم که ما وقتی محصول رو به بازار میدیم یک سری بازخوردها رو دریافت میکنیم. اون بازخوردها به ما کمک میکنه تا محصول خودمون رو کامل کنیم. این مثلا پک میوه ما بزرگتر بشه، کوچیک‌تر بشه، حجیم‌تر بشه، افقی باشه، عمودی بشه. این محصول مثلا تعداد دکمه‌های بیشتری داشته باشه، تعداد دکمه‌های کمتری داشته باشه، اندازش کوچیک‌تر باشه و خیلی موارد اینچنینی رو توی بازخوردها میتونیم اصلاح کنیم. و اما بازارها و نیازهای مشتریان دائما در حال تغییر هستند و ما بایستی این رو مد نظر قرار بدیم. محصول ما قرار نیست برای همه عمر اینجوری باشه، به این شکل باشه. آیه نیومده که حتما محصول ما اینقدر باشه. این محصول ما بر اساس نیاز مشتری بایستی تغییر کنه. چه بسا بعد از مدتی همه تشخیص بدن که این خیلی بزرگ هست اندازش و باید کوچیک‌تر بشه، یا اینکه الان نمونه‌های جدیدی از این اومده که توی انگشت قرار بگیره. دوستان دقیقاً همین مورد توی انگشت قرار میگیره و این کار رو انجام میده و این همون چیزی هست که بازار و نیازهای مشتریان دائما در حال تغییر هستن. اما دوستان نکات پایانی، چند نکته پایانی هست که اینها خیلی به شما کمک میکنه. هیچ تضمینی برای موفقیت وجود نداره دوستان. فیلسوف بزرگ کسب و کار توی آمریکا یعنی آقای جیم ران یک حرف خیلی زیبا داره و میگه همه چیز توی زندگی ریسک است. شما هر کاری که توی زندگی انجام میدید ریسک است. ازدواج ریسک است. نمیدونید که اون خانومی که انتخاب میکنید برای شریک زندگیتون، اون آقایی که انتخاب میشه برای شریک زندگی خوب بشه یا بد بشه. بچه دار شدن ریسک است. شما نمیدونید بچه دختر بشه یا پسر بشه. سرمایه گذاری ریسک است. نمیدونید منتهی به ضرر بشه یا منتهی به سود بشه و همه مسائل دیگه. خونه‌ای که می‌خرید ریسک است. نمیدونید خونه خوب از آب در بیاد، همسایه‌ها خوب داشته باشید یا نداشته باشید و خیلی مسائل دیگه. هر چیزی که دوستان توی زندگی وجود داره ریسک هست. هیچ تضمینی برای موفقیت هم وجود ندارد. مواردی که ما توی این قسمت‌ها گفتیم باعث میشه که شانس پیروزی ما با رعایت اونها بیشتر بشه و ریسک کسب و کار ما کمتر بشه. امیدوارم که این ویدیو باب میلتون بوده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.